پرستاری رشته‌ای که همه میشناسنش اما واقعا نمیشناسنش. فکر میکنن که یک کار ساده است اما یک کار تخصصی، پیچیده و سخت. سلام، شهرام هستم، کارشناس پرستاری. حدود 22 ساله که دارم کار میکنم. از کفش از طرح گرفته تا استخدام، از مشکلاتی که داشتم، از زندگی روزمرم، از خستگیام، از 2 جا کاریام، 3 جا کاریام و تمام دوندگی ها، خوبی ها، بدی ها میخوام براتون صحبت کنم. امیدوارم که تو این کانالی که میخوام با هم صحبت بکنیم و مطالب به اشتراک بذاریم، علاوه بر این که تمامی یادگیری هایی که داشتم، مشکلاتی که داشتم، پیشرفت هایی که داشتم، آموزش هایی که دیدم باهاتون به اشتراک میذارم، به صورت خیلی عامیانه در مورد داروها، مشکلات، بیماری ها باهاتون صحبت میکنم و حتی در مورد جامعه، مشکلات جامعه بر رشته خودمون پرستاری به عنوان فردی که تو این جامعه 85-90 میلیونی داریم زندگی میکنیم هم صحبت میکنیم. در ابتدا بگم این کانال اصلا سیاسی نیست، یک کانال کاملا حرفه‌ای، شغلی و بدون هیچ گونه جهت، جناح، حزب هستش. پس امیدوارم که منو سابسکرایب کنید، ویدئوهایی که میذارم در صورت تمایل به اشتراک بذارین، لایک کنید یا دیسلایک کنید. هر واکنشی که نشون بدین برای من عزیز و محترمه. بعد عرض به خدمتتون که از تمامی مشکلاتی که داریم، از تمامی لحظات خوشایندی که داریم توی جامعهمون، توی حرفه‌مون صحبت میکنیم. امیدوارم که بتونم باهاتون تمامی این اتفاقات رو به اشتراک بذارم و صحبتایی که میکنم به درد افرادی که میخوام وارد این رشته بشن، افرادی که دارن تو جامعهمون حتی زندگی میکنن بخوره. خیلی ممنون. لایک فراموش نشه. این ویدیو اوله، انشالله در ویدیوهای بعدی طول مدت ویدیو سعی میکنم بیشتر باشه. میدونید که هم شیف باشی، هم بتونی ویدیو تهیه بکنی خیلی سخته. باید اینا رو ادیت بکنم تا اونجایی که بتونم میتونم واسهتون ادیت بکنم، نتونم که خب از این کمک میگیرم. گفتم به غیر از رشته‌ای که دارم کار میکنم توش و تو اون مهارت دارم، زیاد با فرایند ادیت آشنایی ندارم. اگر صدا کیفیت خوبی نداره خیلی عذر میخوام. انشالله در ویدیوهای بعدی کیفیت صدا، کیفیت تصویر بهتر میشه. امیدوارم که منو تحمل کنید و سعی میکنم که صحبتایی که میکنم به زبان انگلیسی هم زیرنویس بشه، توپقم اگه نزنم، بعد هم زیرنویس داشته باشیم. همین که اگر بتونم از هوش مصنوعی هم کمک بگیرم و به زبان انگلیسی اگه تونستم خودم صحبت بکنم، نتونستم از هوش مصنوعی کمک میگیرم. پس کم کاستی ها رو در ابتدا ببخشید. انشالله ویدئوهایی که تهیه میکنم مثمر ثمر باشه. گفتم در مورد رشته پرستاری، مشکلات این رشته، خوشی‌های این رشته، سطح حقوق و مزایا و در مورد بیماری ها، داروها، تا اونجایی که اطلاعات داشته باشم میرم سرچ میکنم، میپرسم. بعد اگر در مورد مطلب خاصی با هم اشتراک داشته باشه حتما زیر این پست واسم بذارید، واسم صحبت بکنید.
کامنت بذارید واسم و همین که منو لایک بکنید و در صورت تحمل سابسکرایب کنید خیلی ازتون ممنون میشم. با تشکر.